اوکی، سلام به بیننده های عزیز. خب جلسه 16 همه کرس آف استراد رو داریم ران میکنیم، ورژن عوض شده و امیدوارم جذابتر بازی. اه، خب قبل از اینکه جلسه قبل رو بگم، لایک کنید، سابسکرایب کنید، خوشحال میشیم. لایک، سابسکرایب، زنگ. زنگ اینم از بربریانون با اینتلیجنس 6. این کار رو میکنی اسپایرشن میشه برای همه. بچه جلسه قبل فکر کردن جدید اومدن امشب تونستن یه مراسمی بود، مراسم احضاری بود که اینا تونستن متوقفش کنن. حالا مراسم که تموم شد، اون موجودی که احضار شد رو تونستن شکست بدن. یه جنگ نسبتا سختی داشتن و تونستن جواهری که باز شد به این موجود جون به بخشیده بود رو پیدا کنن. این همون جواهری بودش که به نظرشون به دنبالشون اومده بودن. الان در یسترهیل رو گشتن، دو سه تا اتفاق جالب افتاد. ایوا و کسپیان وقتی نزدیک مه شدن، یه سری سایه پشت مه دیدن، سایه خیلی بزرگ. ایوا وارد ترانس شد، کسپیان بیهوش شد. اینا تونستن بدنای بیجون اینا رو بی حس اینا رو جابجا کنن، بیارن سوار اسباشون بشن. من امروز چون فورتیس رو نداریم، فرامرز رو نداریم، من جای فورتیس هم کرکترش رو بازی میکنم. امیدوارم که زنده بمونه. دفعه قبلی که این کار کردیم یه کرکتر از دست دادیم، دوتا. خب تقدیم به شما. بفرمایید چیکار میکنید؟ سوار اسباتون هستید، آماده حرکت. یه ناهارم زدید، یعنی ناهار رو نزدید، ناهار رو سعی کردید بزنید. یه قارچی هم از سدریک خورد که نصف نیمه چیز بود شد، یه خورده چیز پیدا کنید. بریم. من صدا موزیکم یه کوچولو کم میکنم که بتونید راحت‌تر با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی کم شد. اوکی بفرمایید. یادآوری هم میکنم بوی سوختگی هست و یه چیزم غیر طبیعی در مورد ایوا بود که شما هیچ کدوم نفهمید چیه. این دوتا هم یه یادآوری. بار دیگه بوی سوختگی از چیز میومدی؟ از کاسپیان. یه چیز غیر طبیعی هم راجع به من بود. ایوا چرا یه جوری تو مثل قبل نیستی؟ از تو باید پرسید. از وقتی که اون فایربالو زدی دیگه هیچی به مثل قبل نشد. که از کسی که از تازه مرگ برگشته چه انتظاری داری؟ انتظار داری مثل آدمای عادی به چرخمون راحت باشم؟ تو چیزی حس کردی؟ چیزی یادت هست از اون لحظه؟ از کدوم لحظه؟ لحظه که همون اتفاق نحس افتاد. من که بیهوش روی زمین بودم. بیهوش بودی؟ یا هیچی نفهمیدی؟ شما اگه گرالت برگرده یادش بیاد. شما مسیرتون رو فقط به من بگید کجا میخواید برید. به سمت واینری. به سمت واینری. شما تقریبا یه روز راه ما دارید. نیتمون واینریه ولی هر جای کسبی هم میره ما میریم. من دم این قبرستونی میخوام وایسم. دم کدام قبرستون؟ به همه این ایریا قبرستون. ببین من رو میکنم به ایوا یا این سنگ است، این خوبه، سنگ خوبیه، سبزم هست. جم دست سدریک موند. بریم واینری آقای سدریک، بریم این واینری بریم. ولی اینجی قدیمی
عنصرها. جمع عنصر رو منطقا نباید بگیم، میشه عناصر. عناصرها. حس میکنه اگه اینجا رو بگردیم ممکنه به دردمون بخوره زمینو. توی این نیچرش و اینا چیزی حس میکنی؟ تو که تو که قدیما تو طبیعت زیاد بودی چیزی حس میکنی اینجا؟ من حس یختی، حس ما جنگی، ولی این عناصر المنت نه ما میریم برامون دیگه پروفسورمون از دست دادیم، ما هیچی به ذهنمون نمیرسه. کسبیان چیزی به ذهنت میرسه چیکار کنیم اینجا؟ ببین من وقتی که بیهوش شدم گفتم که تعریف کردم واسهتون. باید بریم معبد گفتی. تو خواب مادام ایوا رو دیدم. آره. بعد مادام ایوا به من گفتش که شما از مسیرتون خیلی دور شدی. من یه سری راهنمایی کردم به شما، مثلا گفتم که یک سری عناصری رو باید پیدا کنیم، المنت. آره. در مورد اون صحبت کردم، در مورد معبد صحبت کردم. شما از اون نقشه راهی که من بهتون دادم دور شدید برای رسیدن به هدف نهاییتون. چی شده؟ آخه میدونی الان معبد کجاست؟ کسبیان میدونی معبد کجاست؟ معبد که فکر میکنم که همون معبدی مگه نیستش که چیزی رفت؟ تابوت؟ آره اون خانقاهه با معبد فرق. تمپله و تمپل مادام ایوا گفت تو کرفت که آره؟ نه؟ من نمیتونم. بعد شما اسبتون همینجوری دید آروم آروم میرید. میخوام سعی کنم ببینم یادم میاد که آره نمیشه تلاش کنیم یادمون تلاش کنیم. دو تا تاست اینتلیجنس زیاد فکر کنه ممکنه بیهوش شه. من اصلا فکر نمی‌کنم. اینتلیجنس بریدم. بله شما دو تا تاست اینتلیجنس برید. 13. من با تمرکز میریزم دیگه چون میدونم میخوام این کارو بکنم. درسته؟ اینتلیجنس کجاست؟ مثلا اون بالایی باید بریزم. آره؟ آره از اون بالایی برادر از اون پایینی. خب فرق نمی‌کنه. خیلی بد ریختم با خدا با این سدریک شروع می‌کنم صحبت کردن. سولومون شما تو معبد تو چیزی از این معبدی که عناصر و اینا رو میشه توش یاد گرفت و اینا بلد؟ چیزا نمیدونیم. شرمنده اخلاق. من برم با این سدریک میرم باهاش جدا صحبت کردن. سعی می‌کنم به زبون خودشم باهاش صحبت کنم. غذا می‌خوری یا؟ بعد داریم مثلا اینا نمیشتم اون دوتا داریم جدا چیز میکنم. آره شما فاصله ببینم دارم فکر میکنم با هم دیگه گروه متفکر. ببین فکر کنم دروغ میگن اینا این دوتا فکر کنم دروغ میگن. فکر کنم ببین ایوا من یادمه که مادام ایوا میگفتش که یعنی توی چیزی که تعریف کرد 13 یه چیزایی یادتون میاد. آره یه چیزای خدایی با 13 دیگه یادم میاد دیگه. همه چی از معبد شروع شد. یادت در مورد همچین شما یادتون میاد لامار با کسی که لامار توی کمپ بیستانیا باش صحبت کرد در مورد معبد بهتون گفت. در مورد معبد امبر بهتون گفت. امبر تمپل بهتون گفت. امبر تمپل دختر کوچولو. فشار اومد؟ نه دختر کوچولو. دختر سلیمون غذا داری؟ منم گشنمه. آقا من گشنه. من اینجا وای میستیم. شما میتونید یه 3-4 ساعت دیگه برید قبلش که بعد مثلا برای شام برای عصرونه شام میتونید واسید که یه غذای چیز کنید. تقریبا شما میتونم بگم 1/4 راه رو اومد. نمیخواین یه جا استراحت کنین؟ من میاد کمپ بزنیم استراحت کنیم؟ بریم تا شب بشه بعد غذا.
یعنی چی؟ یعنی بریم یا کمپ بزنیم؟ طرفای 5 و 6 یعنی 1-2 ساعت دیگه یعنی میتونید. یه لانگ رست بریم دیگه تا صبح، حالا یه ساعت راه بریم بعد دیگه. من هیت پوینتم خیلی زخمیم. منم زیاد خوردم. زخمیم ولی چقدر ببین یه خوب. ساعت دیگه میتونی تحمل کنی. یه ساعت. اگه بهمون حمله بشه ممکنه نتونم خیلی خب باشه، میخوایم پس کمکتون همینجا کنم تو جنگ. استراحت کنیم. اوکی راست باشه. اوکی خب شما شروع میکنید همینجا اسبا رو نگه میدارید و با من بگید هر کدوم چی کار میکنید، که کدوم میرید سراغ غذا، کدوم میرید سراغ کمپ، کدوم میرید سراغ آتیش و نمیدونم اسبا و اینا رو با من بگید که ستاپ کمپتونه. چون طرفای 6 واسطید وقت دارید که 1-2 تا کارا رو انجام بدید. من به سلیمان میگم این گرالت بنده خدا همیشه مسئول اسب بود. ما دوست داری اسبا رو یه دستی بزن بهشون. تو چی کار میکنی؟ من میرم براتون هیزم جمع میکنم برای آتیش. فورتیس هم میره با کسپیان با هم دیگه، اینا مسئول هیزم و آتیش هم میرن دنبال هیزم و آتیش. با ادوانتج بریزم سروایوال. نه دیگه تو میخوای گایدنس بدی به اون یا میخوای خودت بریزی؟ خودت میخوای چیز کنی یا میخوای با اون کنی؟ گایدنس میدم به اوکی پس چیز شروع میکنه آتیش شمس داره. گایدنس بدیم چی میشه؟ چی؟ دو تا گایدنس بدیم بهش چی میشه؟ یه دونه شروع میکنه به گشتن به دنبال چیز. یه اینسپیریشن هم واسهش میدم فعلا. یه سری چوب خیلی خوب فورتیس براتون پیدا میکنه، چوبای ردیف، یعنی آتیش ردیفی رو به راه میکنه. یه جورایی دود آتیش هم کنترل شده، یعنی آتیشتون هم جدا راه نیست، یعنی یه کمپ خیلی خوب همچنان تونست دارم تلاش میکنم یادم بیاد که این معبد و اینا چی بود. دارم به خودم فشار میارم. اوکی یه تاس اینتلیجنس دیگه بریز یاد بیاد. حتی نه دیگه بنزه کافی وقت بذاری پیداش میکنه. بند چون چیز هم هستی که فورتیس دفترش خاطراتش رو میگیری و اون هم میتونی بررسی کنی. بنزه کافی وقت بذاری روش اون دفترش خاطرات پیدا میکنی. یادتون میفته که یه دارک الفی بود که بهتون گفته بود که من میتونم ببرمتون معبد چون خواهر من اونجاست. هر وقت آماده شده میتونم بریم. ولی این در مورد چیزا بهتون نگفته بود، در مورد المنت ها نگفته بود چیزی بهتون. در مورد معبد در مورد المنت ها نیست. المنت ها رو که مادام ایوا گفت من یاد نه منظورم اینه که کارتایی که گذاشتی چیزی که دارید میخونه میبینه که 2 تا چیز مجزا بود. المنت ها یه چیز جدایی بودن، معبد یه چیز جدایی بود. معبد در مورد اسلحه بود. آره. معبد در چیز در ارتباط کاسپیان هم بود. کاسپیان هم مستقیم. اینا رو یادتون میاد. شما یه چیز دیگه هم حالا در مورد المنت ها من یادم میاد که مربوط به اسلحه میشد، یعنی اینکه اسلحه های دشمنمون رو از دشمنمون بگیرید. اینو من توی دفترچه فورتیس میبینم. شما دیگه برگشتید توی فورتیس. کسپیان ایوا دارن چیز میکنن، سولومون داره اسبا رو آرامش میده با شکار. غذا. آره غذا. اوکی شما دو تا تاس نیچر برای من بریزید ببینم غذا چه خوب پیدا میکنید. نفر یه دونه بزرگتر حساب میشه. نه من سروایوال بریزیم یا نیچر؟ نیچر غذا نیچر. ایوان نه ایوا و چیز دارن چیز پیدا. ببین ایوا من یه چیزی واسم جالبه. این تو دفترچه فورتیس که دارم نگاه میکنم اینجا رو ببین. اینجا نوشته که کارت سوم که المنتالیست بوده میگفته که اسلحه های دشمنتون رو از دشمنتون بگیرید. یعنی این جنی که ما گرفتیم اسلحه دشمنمون بوده که از دشمنمون گرفتیم. آقا من چرا تاس این بنده خدا رو اصلا نمیبینم؟ باز سره
اون که آخه باید بریم بدیم به واینری، اونو که نمیتونیم اصلا نگه داریم. هست اونجا جالبتون نمیره من نمیدونم. آقا یه دقیقه صبر کنید بچه، کسی میبینه تاسه چیزو؟ نه من ندیدم. 13 5 22 13 باز- 15 22 رو دیدم من. آره 22 فورتیسه. آره فورتیس رو دیدم. یه 13 هست یه 15. 15 آره 15 من. 15 سدریک هم دیدم. یه لحظه بس من ببینیم یه کاری جالب. میخوام بکنم. اوکی. یه بار دیگه تاست برید. من نمیدونم. میتونی یه بار برید چیزتو کلیم کنی؟ منیج ببین کسفیان، ما الان یک چیز ارزشمندی که دزدیده شده بوده که به نظرم همین جم است، میریم بهشون برمیگردونیم. الان تاریخچه دشمنمون رو اینجا میفهمیم. پس این به نظر مربوط به میمونه کارت اول میشه. درسته؟ آره کارت اول. درسته. Elements المنت در مورد ستا. چی؟ Elements ستا. آب و آره همون آب و بامپ برکه. آره آب و برکه و آب که همون زمین و آسمان. گفته اینا رو باید به صاحباشون برگردیم تا اسلحه به دست بیاریم. لبخند زد فدریک، لبخند زد. به نظر چیزایی که گفتم تو نیچرش خب دوباره من کلیمش یه کرد. چیزی آره این شنیدم. المنتالیسته اینجوری بود که اسلحه های دشمن رو ازشون بگیریم، در طی این حرکت یه چیزی به دست میاریم که میتونیم چیز کنیم. احتمالاً اینجا این من دیگه دیم یکی از اسلحه دشمن همین چیزی نیستش که دست فورتیسه؟ یه بار دیگه. اسلحه دشمن بود دیگه، اون چوب اسلحه دشمن بود یه جورایی. یا مثلا این نیزه‌ای که چیز به دست آورد، سدریک به دست آورد. نه؟ اینه که من این تاسم رو عوض کردم برای اون نیست. شاید آسمان، زمین، آب رو به صاحبنشون برگردانید تا یکی اسلحه از اون جما هم ما رو هنوز آدرسی نکردیم. که گفته آدرس- آسمان، زمین، آب رو به صاحبانش برگردانید تا اسلحه به دست بیاورید. نگاه کن آدرسی که اون واینری که رفتیم صحبت کردیم با اون آره طلاقا، اون یه جای دیگه هم به ما آدرس داد که اون جم دیگه اونجا بوده که گفت رسک. برس. آره که گفت آب همه جا رو گرفته و تبدیل به سوامپ شده و فلان و اینا. اون یکی فکر میکنم یکی از المنت ها شاید اونجا باشه. به نظرم ولی اول ببریم این جم رو تحویل بدیم. نظرت اینکه تو مسیره فکر کنم. آره. بعد اینو تحویل بدیم. بعد ولی اگه خواستیم میتونیم بعد بریم معبد، من میگم بعد بریم برس. سدریک گرلت معبد دلتنگ. این معبد اون معبد نیستش سدریک جون. اونو گرلت گرلت بعد منتظر بشیم با لامار بیاد. یه جمو تحویل بدیم. آره بریم جمو تحویل بدیم بعد بریم. حال منه چیدم خودم نه. نه حالا میریم اونجا، تو اگه دوست نداشتی نده بهشون. میریم اونجا حالا باشون صحبت میکنیم. تصمیماتون رو گرفتید؟ دیگه زمان ده غذا گوشت گوشتی خود درست کار کن. چیز تونست که بعضی که میبینید سدریک با یه دونه گرگی برگشته که شکارش کرده امروز. این ولی خدایی برای 2-3 روزمون بسه ها یه دونه گرگ مثلا. بعد نشسته داره پوستشو میکنه، دندوناشو خارج میکنه. پس یه دونه وولف پلت به خودت اضافه کن
یه وولف سه تا وولف تاپ داری الان. آفرین سدریک، آفرین، من تشویقش میکنم. گرلت. یعنی دیگه من یعنی تقصیر من نبود سدریک. بیا تو که ندیدی، درگیر بودی، پشتت به گرلت نداری. چی؟ من ببین این سالامانو میبینی یاد گرلت نمیافتی؟ خیلی شبیه گرلت نیست برات سدری؟ بیا با کنه سالامان. جای خالیه گرلت رو برات پر کنه؟ آره گرلت کچل زشت خوشگل. ولی شخصیتی یادش نمیافتی؟ گرلت شجاع ترسو. نه این اینجوری نبینش، یه چیز ومپایر هانت میگه میکنم. این ومپایر هانتره بابا، کنم هنوز یخش آب نشده. خیلی خفنه. آها، این یکم چیز لیبرال تره، میدونی اون خیلی کنزرواتیوی بود. آرش ولی ولف چیز نداریم فکر کنم توی اینوینتوری. من چی ولف میزنم چیزی نمید. بعد خواسته بندش کنم اوکی حله. حالا میگم 3 تا دارم. سه تا داری. هنوزم ندیدین؟ نه اوکی دیگه، آقا همینه دیگه. جالبه که نمیاد. یه ریس یه بار دیگه بریز. سولمان اومد ماشاءالله. 16 تا دیگه. تاندر چارد دایس ست. این دایس تو رفته بود یه کارهای جیگر کرده. شما دیدین تاس سولومونه؟ چون من ندیدم. یه رفرش کنیم گیم بگتون میاد. خب شما این شب رو سپری میکنید. بذارید من از طرف این ریختم اشتباه دارم. چیش هیچ خبر. بودم اصلا اوکی. خب شما شب رو تا صبح سپری میکنید. شب رو تا صبح سپری کردید، غذای خوبی هم خوردید، همه تون یه لانگ رست بزنید، همه چیتون برگرده. احساسی دارم از خواب بیدار شدم، مثلا احساس میکنم خیلی با انرژی و یه تاس کیا داشتن لاگ رو میخوندن؟ من و ایوا. دو تا تاس اینتلیجنس بریزیدشون. 2 تا، هر کدوم 2 تا. آره با ادوانتیج بریزید چون یه شب تا صبح روش کار کرد. یونم 4 و 2 15. 11 2 15 آوردی؟ یکی دیگه بالا خیلی بالا. خیلی بالا. من با کانسنتریشن میتونم بریزم دیگه. ادوانتیج بده. تایم طولانی داری بهش فکر. به نظرم دیگه زیر و روی کتابو در بریم، بدون تاس بهمون بگو. از شب تا صبح نشستیم 2 نفره داریم میخونیمش. ماشاءالله. یه چیزی تو ماههای این پیدا کردی که داداش میریزم 70. یه چیزی تو ماههای اون علایتون به ذهنتون آشنا میاد. شکارچی ها. آره به طور ناخودآگاه شکارچی ها. بعد یادتون میافته که سولومان رو صدا میکنید ومپایر هانتر. همین 2 تا نقطه رو دیگه باید سعی کنم وصل کنم. من نفهمیدم اصلا بچه به من امیده نشد. در حد همون تاس 2 4 بود دیگه. با من 15 ریختم. خب دیگه فهمیده شکارچی ها. اصلا
نفهمیدم یعنی ما تو نه آرش نفهمیدم ما تو جورنال یه لغتی دیدیم این چی بود این دوتا کلمه ای که گفتی کلمه علایتون رو دیدید در مورد کسی که قرار کمکتون کنه که نوشته شکارچی ها. خب آقای سولومون شما قرار بوده به ما یه کمکی بکنی اینجا از قبلمون گفته بودن شما میای اینجا به ما کمک میکنی یه ذره فکر کن صبح بلند میشید به سولومان گیر رو انداختید میگید داداش فکر کن. صبونه خیلی زیبا گفت آقای سولومون. آقا سدریک جون یه تیکر خوبه اون گوشت رو برای ایشون کباب کن شاید به ما یه اطلاعاتی بده. چایی هم لطفا بده. من صبح تا چایمو نخورم واقعا چیزا ومپایر آنترا چای خورن؟ نیزه میخوری؟ نه مهربون باش بهش نیاز داریم. نیزه اگه نیزه بیماری داره اون گره چایی کسبیت چی میخوری؟ شما مسیرتون رو ادامه میدید ببینید اول صبح شروع کنید حرکت کردن. ایوا فشار میاره به چیزی که داداش داستان تو چیه؟ من میخوام کنار سالمان راه برم هی بهش سیخونک بزنم یه چیزی به ما بگو یه کمکی به ما بکن یه گذشتت به ما بگو اینجا چیکار میکنی؟ به دنبال چی؟ اومدم کنترل کنم دیگه شنیدم یه گندش اینجا هست. کجا دقیقا؟ گندش اومدم با اسپل قشنگام یه ومپایر گنده. ببین اون میخنده من یارو مو قرمزه من زیاد خوشم نمی زیاد میخنده. منم خوشم نمیاد ازش بدیش. طرفای سر ظهره شما هر 4 تاتون یه تاس پرسپشن برای من بنویسید. ما الان داریم همچنان میریم سمت واینری دیگه درسته؟ صبح بلند طرفای ظهر دیگه اصلا 1-2 ساعت دیگه میرسید به واینری. نقشه نداریم که بریم کجا؟ چرا؟ تو نقشه بازه اگه میخواید. تو نقشه دارم جابجاتون میکنم. من هیچ وقت نباید پرسپشن برسیم. سالومون اون گنده اومد که کاری نکردی پس دنبال اون نیستی. دنبال چی هستی؟ کجا دوست داری بریم الان؟ کجا بریم تو خوشحال تری؟ بریم اول خب بعدش ببینیم. تو تارگت خودتو مشخص کن. من میگم که میدونی اصلا چیه؟ ببین این کسبیان دوست منو تو نجات دادی ما میخوام چیز کنیم یه کاری برای تو انجام بدیم بعد از واینری هر جایی که تو بگیم میریم هر کاری که تو دوست داری میکنیم. خوبه بچه ها همه پایین تو کجا بریم؟ من میچند و خیلی ساکت و بی سر و صدا اینجوری میزنم پشت سینه ایوا میگم ایول. ادامه میدید مسیرتون رو همینجوری دارید ادامه میدید. سر ظهر هم میگذره تقریبا دارید میرسید به واینری. میرید داخل میشید به سمت واینری. میرید سمت واینری. بله تلگراماتون همتون چک کنید. استیلز بکنیم بچه ها یا به نظرتون سیف همینجوری بریم؟ ایوا من میرم جلوی ایوا بمیسیم. بله راه برو. راه میرم وایسا. هیچ چیزی قابل تشخیصی رو نمیدید. هیچ اتفاقی نمیفته. این یکی چرا با تو راه یه بار دیگه راه برو. راه میرم. شما چند دقیقه واسطید که ایوا و سدریک واسطه جلوی ایوا میگه راه برو. ایوا چرا با تو راه نمیاد؟ کی؟ چی؟ نه هیچ اتفاق نمیفته. کاملا همیشه نورمال. مسیرتون رو ادامه میدید میرسید بکنم از وقتی نیزه خیلی عجیب تری داره.
کلا منهای دوه آجی. میرسید به واینری، از توی این شاخ و برقه حرکت میکنید، ببینید این ردیفای انگور، درخشهای مو دارن کم کم به پژمردگی نزدیک میشن. از 3 یا 4 روز دیگه اینا کلا از بین برن. این چیزی که میبینید داخل چیز همه چی چراغای داخل خونه روشنه، یه محیط زنده ای رو دارید میبینید. دیگه ابری و اینا نیست، ابری و تاریک و این. اوکی. ابری و اینا نیست، فقط میبینید مثلا 4-5 کلاغ بارون بالا دارن قاقار میکنن مثلا دور و بر، یعنی محیط زنده ای دیگه. صدای جک جونورا رو میشنوید. زیاد چیز عجیب غریبی نمیبینید، محیط طبیعی مثلا کاملا نرمال همون جایی که قبلا رسیدید. چیکار میکنید؟ میریم من میرم جلوی چیز در میزنم یا آره میریم سمت واینری رو در میزنیم. آره من پشت سرش بهش میگم چی رو داشتی نگاه میکردی؟ چرا هی به من میگفتی راه برو نرو؟ در رو که میزنید، شما که با هم دیگه حرف میزنید، یکی از پسرای چیز رو میبینید، یکی از پسرای دیوین رو میبینید. این پسرشون یادتون میافته که این اسمش الویر بود، این پسر کوچیکه بود. بهتون میگه برگشتید، با خبر خوش برگشتید. ستریک بابات کو، پدرم منتظر شماست، بیاید داخل. شما رو به داخل من هدایت داریم میریم میکنم. داخل، همجوری زیر لب قور میزنم، میگم امیدوارم الان که جمع آوردیم حداقل یه دونه از اون واینای گرونتون به ما بدیم. البری برمیگرد جوابتون، ما هنوز چیزی نتونستیم تولید کنیم این چند وقتی که نبودیم. متاسفانه چند تا از بشکه هامون رو هم تست کردیم و دیدیم توش زهر ریخته بودن، مجبور شدیم اونا رو هم بریزیم دور. بنابراین ما الان هیچ چیز نداریم تولید کنیم، ولی میتونیم سریع وای از بچه بارونده، اگه ما که خورده بتونیم چیز بگیریم، میتونیم براتون تو یه روز آماده کنیم. ولی از واین خوبمون نمیتونیم تولید کنیم. برای اینکه بتونیم تولید کنیم باید 2 تا از جمامون رو داشته باشیم که خیلی وقت وجود 2 تا از جمامون نداریم. خیلی خوشحال میشیم اگه بتونید کمک کنید جم دوممون. آره حالا پیداش میکنیم، ولی این سالومونمون خیلی چای خوره، حالا میخوایم واینو به جای چای شاید بتونیم براش جایگزین کنیم. مثلا چای شما میرید داخل و میبینید که اینجا اونجایی که قبلا دیدید دیگه. من براتون یه بار دیگه توصیف میکنم. این ساختمان 2 طبقه است که واردش میشید. طبقه اول جای آنچنانی نداره رسما، فقط واینریه. هدایتتون میکنه علی به طبقه دوم، به جایی که یه حالت اتاق خواب شکلی وجود داره. اتاق حال پذیرایی طوریه. چند تا صندلی هست طبقه دوم و میبینید که دیوین پشت میز نشسته با یه حالت مضطرب داره شما رو نگاه میکنه. تا وارد میشید میگه برگشتید، خبر خوب آوردید، میشه ببینمش؟ کسبیان نه چرا نه؟ نشون بده بهش دیگه. وقتی این نه رو میشنوه یهو شوکه میشه. چرا بهش نشون بده؟ به قیافه پازل، یه حالت قیافه گیجی نگاه میکنه که منظورتون چیه که نه. یک چیزی به ما سکوت 2 تا چیز. یک، به ما گفتن که تو قراره به ما یک سری داستان بگی، باید بگی. 1 2 ما اگه این جمع برگردونیم چه گارانتی هستش که دوباره نیان از شما بدزدیم؟
و دوباره ما به این فلاتات میکنیم. این جملات پیچیده که سدریک میخواد بگه اگه بدزدن و اینا به مغزش فشار میاد. یه تاس اینتلیجنس ببینیم میتونی این جمله رو بگی. ای خانه جمله معمولی بگو. کاندیشنال تایپ 2. اسم معبد رو یادتون کسبیان چی بود اسم معبد؟ خود کامپیوتر هنگ کرد. کامپیوترش هنگ کرد. کامپیوتر تاس اینتلیجنس رو خب یه بازی رو چیز میکنم. یه بار دیگه اسم معبد رو میگی بهمون گفت یا امبر تمپل. امبر برکی اومد بالا بگو من تاس اینتلیجنس رو بریز. من میتونم صحبت کنم با این چیز یا صبر کنیم؟ نه دیگه داستان متوقف این داره فکر کنم این جمله اومد یه جمله گفته نه گفته 1 2 1 داستان 2 گیر کرده. الان ببینه میتونه همچین چیز پیچیده ای رو بیان کنه یا نه. ای بابا به فلاکت اول چیز رو بده بعدشون میپرسیم. میخورم. ببین چی شد سدریک؟ تاسو ریخت یا نه؟ صدری نه هنوز نریخت. هر موقع ریخت حالا خبر. منتظر وایسا منم داریم بس بذار تو اپشن بزن تو اپ میزم. تو بیاریم بالا. شما 2-3 تا اسم یادتون باید بمونه. ابی آف مارکوویا خانقاه ابی آف مارکوویا اینو خانقاه هست. خب ابی آف مارکوویا رو یادتون بیاره. ابی آف امبر تمپل رو یادتون بمونه. درست شد. خب سومی رو هم بهتون بگم. چی تمپل بود یا امبر. یه دونم کلیسای سنت آندرال اونجاییه که آیرینا رو گذاشتید. امبر تمپل اونجاییه که بهتون آدرس دادن به جورهای مختلف. ابی آف سنت مارکوویام اونجاییه که بهتون گفتن ابوت اونجاست. ابوت میتونه زنده باشه. لامار رفته دیگه. الان لامار اونجا رفته. لامار الان کرس. امبر تمپل هم بریم با اون. خب اینا کجاست؟ امبر تمپل رو نمیدونید کجاست؟ سن آندرولا میدونید که توی والاکیه. سنت مارکوویا رو میدونید که توی کرسکه. درسته؟ اسامیاتون یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه. امبر تمپل رو نمیدونید کجاست؟ ابی آف سنت مارکوویا رو توی کرسکه که اونجایی که ابد هست و اونجایی که لامار رفته. سنت ایدرالز که کلیسای چرچ سن آندراس توی والاکیه و اونجایی که آیرینا رو گذاشتید. این سه تا محله ها رو با هم قاطی نکنید. یه تاس اینتلیجنس بریز. هشت خوب بود. وقتی میاد صحبت کنه ایت توی مایه ها میگه 1 داستان 2 ببرن بردن. این جمله رو میگه که در ادامه دیوی همینجوری نگاش میکنه که میگه و فکر میکنه میگه من توضیح میدم منظورشو. آقای به ما گفته بودن ما اگه کمک کنیم که شما این واینریتون دوباره به کار بیفته شما میتونید به ما یه اطلاعاتی راجع به هیستوری اینجا مثلا میخوام ببینم شما چیزی راجع به هیستوری استراد چی شده که اینجا این شکلی شده اینو بهمون بگی. که همه استراد میاد سری دور و برش رو نگاه میکنه.
همتون شماها یه تاس ویزدم بریزید، ویزدم سیوینگ ترو بریزید. اسمشو نیاریم، باید با چیز بزنیم، با رمز حرف بزنیم. چهارمی 19 چهارمی سلمان سلیمان ویزدم سیوینگ ترو. ندیدیم باز. من اینو رفرش نکرده بودم باز. منم نمیدونم. منم نمیدونم. چرا 12 رو دیدم. 12 رو دیدم. 11 و 12 جفتش. سلمان احساس میکنه یه چیزی حواسه سلمان نه اوکی، هیچ کدومتون هیچ احساس تماشا شدن پیدا نمیکنه. چیز این برام نگاه میکنه، دیگن این برام نگاه میکنه. صدای خیلی مطمئنید این رو لازم دارید؟ مطمئنید این رو لازم دارید؟ این اطلاعاتو آره. دستشو میکنه میره داخل یکی از اون جعبه هایی که هست، جعبه های کنار که میره کنار، یه دونه زیرش یه حالت چیز داره، ترپ دوریه. اون ترپ دور رو باز میکنه، یه کتابچه هست، یه کتابچه بزنیم قیافش رو توصیف کنیم ببینیم قیافش چه ریختیه. یه کتابچه‌ایه که کاملا سیاهه، یه خیلی قدیمیه، حداقل 300 یا 400 سال عمرشه و تو دست خب شما گفتید میخواید اینو، درسته؟ بهش گفتید میخواید. را نخون. چیه این؟ چی هست؟ خودت میتونی بازش کنی و ببینی چیه. خب چرا توی کتابچه رو میده دست ایوا. اوکی. کتابچه رو میده دست من ایوا. بازش نمی‌کنم فعلا. چرا اینو توی اونجا نگه داشتی؟ اوکی. حالا سدریک رو نگاه میکنه که ببینید جم رو میده یا نه. سدریک من جمو در میارم. دستش اینجوری. شراب میدی به ما؟ یه تاس چیز بریز، یه تاس پرسویشن بریز با دیسادوانتیج. یه شراب به دوستمون بدیم دیگه، میدونیم ما چند تا اونجا برزرگی کشتیم. الان چند دقیقه پیش این نه الان یه قضیه تاس پرسویشن شو بریزه. شو دقت کنید چند دقیقه گذشته سعی کرده چند تا جمله منطقی بگه و به بلا بلا ختم شده. الان هم سعی کرد مثلا بگه 2 تا شراب بدی، توی مایه ها بود شراب دوست داشت یه هم چیزی گفت، چون یک ریخت پرسویشن رو. اینجا بعد فکر کنم بیهوش میشیم. شراب میدن بهمون، به نظرم جمو بهشون بدیم شراب بسازن، فردا بهمون شراب میدن. جم رو میگیره چیز و منم کتابو میگیرم. من به طرف میگم که قدر اینو بدون، ما خیلی سکریفایس های زیادی داشتیم که اینو بدونیم. ما هم خیلی از دست دادیم تا اینو به دست بیاریم. ببخشید شما میتونید اینجا استراحت کنید، باهاتون کار دارم، یعنی فردا باهاتون صحبت میکنم. من باید از این جم رو قرار بدم. اوکی. آره ما دوستمون رو الان دوستمون کشته شد، داداشم داره میبرتش معبد ببینه که زنده میشه یا نه. تا شما تا داری حرف میزنی میبینی که داریان خارج شد، دوید رفت پایین و رفت سمت من رو به ایوا میکنم سعی کنم کامیچ بدیم. فکر کنی چی؟ من میگم اول ایوا
بس کن استراحت کن. چه کتابو باز کنیم یا من میترسم کتابو اول ببین چیز ماجیکالی هست یا نه. آره یه دیتک ماجیک روش میزنم. ماجیکال نیست. من میگم کتاب خوب، شراب خوب. جم چجوری؟ کی دوست داره این کتابو وا کنه بچه‌ها؟ کلام آخر چی بود؟ شراب. نه دیگه تکرارش هم سخته. یه بار با نشیدم. دفعه دوم یه چیز دیگه میگه جاشه. ما الان قراره دوباره بخوابیم دیگه. چی گفت؟ چی گفت؟ سدریک چی گفت؟ شراب جم. گفت شراب جم. بعدش گفت مغزش گفت کتابه رو میذاریم دور، تو میچند تو بفرست بازش کنه. آقا من این کتاب رو میگیرم وام. نه کتاب رو باز میکنیم پر نوشته است. عادی بود. خب بشینیم بخونیمش دیگه. ما میشینیم بس میشینیم به خوندن کتاب بده ما یه مطالعه روش داشته باشیم. شما بشین کاراتو بکن. فردریک بهش توهین میشه. همه چی هم داره دمه دست شبیش بازی کنه. من یکم متنش سنگین. شما که چیز میکنید، شما که ثبت میکنید میبینید که بده دیگه. یه دختری، یه خانومی میاد. یادتون میفته که این رو بهتون معرفی کردن. این اسمش استفانیا بوده. این دختر اروینه، بخش اروینه دیوینه. پدر بهم گفت که شما رو هدایت کنم به اتاقاتون. مرسی که به ما کمک کردید. اگه چیزی خواستید حتما به ما بگید. و همزمان میبینید که دو تا بچه‌های کوچیکش هم دارن دور و برش می‌گردن. تو بچه مثلا یه بچه 10 ساله داره، بچه 8 ساله داره دور و برش می‌گردن. اتاقاتون رو هر کدومتون هدایت میکنه به جلوی 3 تا اتاق. با شماست که برید داخل یا نه هر کدوم کجا میرید با خودتون. من میخوام بشینم با بخونم اول. خب اگه میخوای با ما کتابو داد. مرسی سرپیز. آفرین. اوکی. فورتیس میره تو یکی از اتاقا، مثلا رو تختا نمیره، میشینه رو زمین شروع میکنه فوکوس کردن، ذهن کردن. کتابو گرفت. اوکی. من گاهی گرالت میره میشینه که میشینیم با هم میخونیم. گرالت نه. سولومون کجا میری؟ من میرم صحبت بکنم با همین آدما. آقای رفت میرم تنهایی دورش بیارم. تو میای طبقه پایین میبینی اینا به شدت درگیرن. یعنی یه سریشون در حال کندن زمینن، یه سریشون در حال چیدن این چیزا. این انگورایان که لحظه‌ای که این جمعیت انگورا به مراتب زنده تر دیده میشن. یه سریشون در حال چیدن این انگورن، یه سریشون دستگاه‌های واینری، یعنی چیزای واینری دارن. تقریبا تمام آدمایی که میبینید به شدت بیزی هستن، ولی همه رو میبینی. یعنی پسر بزرگه، پسر کوچیکه، عروسشون، دخترش، بچه‌ها و حتی پدره رو هم می‌بینی که دارن عروسشون هم هست؟ کار می‌کنن. عروسی که تو این عروسشون هم بود؟ نه عروس پسر بزرگه هست. عروس پسر کوچیکه نیست. پسر وسطیه نیست. من میرم پسر وسطیه، عروسش اینجا نیستن. خود پسر وسطیه و عروسش اینجا نیستن. اوکی. من میرم بیرون با بچه‌ها با چیز بازی می‌کنم. اوکی، تو میری بیرون شروع می‌کنی با بچه‌ها بازی کردن. بچه‌ها به شدت به تو علاقه‌مندن. شروع می‌کنی باهاشون به سبک خود بربریان‌ها، یعنی مثلا صورت کشتی گرفتن و چیز. یه چیزی که متوجه میشی اینه که ایران نسبتاً زورشون خیلی زیاده. یه تاس پرسپشن بریز، یه تاس اینسایت بریز. پرسپشن اینسایت یه تاس پرسپشن بریز.
بچه ها زورشون در حد یه ادالت زیاده. حالا یه تاس اینسایت بریز. تو مثلا در حال کشتی گرفتن و اینا یه لحظه پای تو و مثلا بچه رو زمین، تو و بچه با هم میخورید زمین. میبینی که میبینی هیچ زخمی رو تو میبینی یه خراش کوچیک رو بدنت افتاد، ولی از همون افتادن زمین اون بچه حتی یه خراش هم رو بدنش بود. سولومون چیکار اونجا نشستن یا دارن کار میکنن دیگه، درسته؟ من اونجا هستم منتظر میشم یکشون رو پیدا کنم که تو داری میشینم چیز کار میکنی، شروع میکنی یه تیکه چوب در میاری از جیبت و شروع میکنی این چوبه رو تبدیل کردن به یه استیک، حالت چیزی که استیلی باید. مثلا من هر یکی 2 ساعتی که کار میکنی یه دونه از اینا یه وودن استیک بهت اضافه بشه. مثلا بگم 2 ساعت اگه مثلا فوکوس کنی روی اون یه دونه وودن استیک بهت اضافه میشه. یه دونه هم هولی واتر مثلا از قبل همراه باشه، یعنی تو اینونتوری دارم مثلا یه وودن استیک باشه یه هولی واتر. اگه میخوای اینا رو اضافه کنم، من میتونم اضافه کنم. نمیدونم که هست داری مثلا میتونیم اینونتوری اضافه کنیم. هولی واتر که داریم. هولی واتر داریم، وودن استیک شد. وودن استیک نداریم. وودن استیک چرا استیک بزن وودن استیک تو پرانتز نوشته بودن. اوکی. این ظرف هولی واتری که داری مثلا کار 1 یا 2 ماه یک کلریکه، یعنی خیلی کم نیست، زیاد نیست. هولی واتر زیاد. خب تو نشستی اونجا داری این چوبر رو سعی کنی، منتظری که یکی از اینا بیکار بشه، ولی اینا به شدت بیزیان، به شدت. خب حالا ایوه کسبی هن. ما داریم کتابه داریم میخونیم دیگه. شما کتاب رو که باز میکنید یه تاس اینتلیجنس نفری برید. این باید فقط یه سوالی آرش، کسی ما رو ندید دیگه؟ نمیدونید دیگه. نه حس تماشا شدن رو پیدا نکرد. حس تماشا شدن پیدا نکرد. 16 با ادوانتج بود. نه 14. ماشاءالله. یه 15. شما دستخط تو کتاب رو که باز میکنید، اولین خطا رو که میخونید میبینید که دستخط براتون آشناست. ایوا که خیلی خوب فکر میکنه میبینه که این دستخط همون دستخطیه که توی دث هاوس از نامه از استراد بوده. میبینید اول شخص نوشته شده. این چیزی که دست شما هست کتابچه خاطرات استراد، دفترچه خاطرات استراد هست که از گذشتهش میگه. بسیار طولانیه، خوندنش هم نسبتاً پیچیده است. از گذشتهش میگه، از تیکه مختلف. ساعت‌ها بعد وقت بذارید تو بتونید بخونیدش. من که میخوام بشینم بخونم دیگه همینجوری. به نظر من که ما چیز میکنیم دیگه، نصف میخوابیم و پا میشیم، هر کی خوابه اون یکی میخونه، فقط در حدی که لانگ رستمون رو بریم که بعد هر نکته مهمی دیدیم به هم میگیم، یعنی اینجوری میخونیم، دوتایی با هم دیگه نمیخونیم از این به بعد. اوکی. یه تیکه براتون بزرگشو میذارم. اگه میتونی بذار کتاب واقعا وجود داره، این کتاب مثل اون ولو اگه چیزه که منی بریم بخونیم در جلسه بعد آماده بیان. نه یه مشتی پاراگراف گنده براتون کپی پیست میکنم. حالا شده بیایم تو دیاند سورس. با خودتون دیگه ترجمهش هم نکردم چون دیمتون خیلی خسته تر از این بود که اینو ترجمه کنه. یعنی اصلا در خودش نمیدید. ترجمه نمیدید. ترجمه نشه بهتره. حالا خودمون خواستیم ترجمه میکنی اصلا. بعد آره 5 تا پی اچ دی نشستید دیگه، خودش ترجمه اصلا تو لازم من اساس من ترجمه کنم بیشتر گم میشم مثلا به همون کلمه.
من گذاشتم که خودتون بزنش. سلمان داره نگاه میکنه، تو با بچه ها بازی میکنی، بچه ها رو مامانشون میاد و میبره میگه وقت خوابه، تو هم جمع میکنی میره بالا تو اتاقت میخوابی. سلمان هم وقتی پیدا نکرد ولی تونست چند تا چیز آماده کنه و فکر کنه به چند تا از چیزایی که مثلا تو به این که چیزایی که خودش میدونه دیگه، مثلا آره unfinished business هایی که داره بود. کسبیان و ایوان به کوب دارن این کتاب رو میخونن. سالمون یا باخسیم یا باخسیم حالا یه اتفاقی کم کم میفته، یه اتفاقی داره میفته اینه که سدریک و سلمان هرچی بیشتر با هم دیگه حرف میزنن بیشتر سلمان زبون سدریک رو داره احساس میکنه، میفهمه. پس برای من این کاری میکنم، هر 4-5 روزی که شما با هم دیگه مثلا وقت میگذرونید، من این کاری میکنم که یه خورده اجازه میدم که سدریک راحت تر فقط با سلمان حرف بزنه، با هیچ کس دیگه نه. یعنی ایده هاش رو راحت تر به سلمان بگه، قابل فهم بشه واسه سلمان. یعنی الان در حد همون سنگ غذا یه شام میارن دم از اتاقاتون و بهتون یه شام خوبی هم داده میشه. میتونید دیگه امشب رو هم بخوابید اینجا. گارد وامیسه کسی؟ اگه گارد وامیسید یا نه؟ میدونم برید بخونید. یه دقیقه واسه من بریک میدم بتونید بخونید. من بریک میدم 10 دقیقه بتونید. خودشون وای نمیستن؟ سوال اینه خود اینا وای نمیستن؟ شما میتونید از پنجره بیرون نگاه میکنید. از پنجره بیرون نگاه میکنید میبینی پسرها هنوز هم ازشون با مشعل بیرون دارن یکی یکی مثلا میگردن. یعنی اینجور نیست که تماشا تو پترول میرن یه دونه پسر هر از کنار میبینی که رد میشه از تو. میگم داد میزنم کمک میخواین؟ مام لازمه گارد وایسیم یا بخوابیم؟ پسره با دستی براتون تکون میده. خب اینا افکشنت هم به شما دیگه، الان احساس میکنن شما ناجیای اینا هستید. به سختی تو تاریکی میبینید چون فاصلش خیلی زیاده، ولی تو ماهای یه تامزاپش رو میبینید که میتونید بهتون بگه که من دارم راحت بخواب. میخوابید. خب اگه میشه چیزو پاز کنیم. خب بریک اونم تموم شدش. خب برمیگردیم به چیز ایوا و کسپیان تا مقدار زیادی از این کتاب خوندن و فردا صبح داره میشه. چیزایی که تو کتاب دیدن به طور خلاصه‌شو میتونه ایوا به سلمان و سدریک و فورتیس بگه که تو توی فیلم هم باشه. منم لازم نباشه کپی پیست کنم چیزی. آقای کسبیان شما توضیح بهتر میدی، شما بگید. کتابو باش اون قسمتایی که کتابو که خوندید. آره اون قسمتایی که خوندم و الان توضیح میدم. بذار من میذارم بچه. این یه سربازی بوده که با سربازانش داشته می جنگیده و اینا، که فکر کنم زخمی و اینا اومده کنار این سرزمین که فکر کنم اون ویستانیا کمکش کرد. بعد اومده دیگه فکر کنم سرزمین رو گرفته و دیگه حکومتش رو تشکیل داده، از خانوادهش دعوت کرده بیان پیشش و دیگه مامان. البته خانوادهش هم خانواده نوبل بودن. آره شاه و اینا بودن، ولی خب احتمالاً تو همون جنگ و اینا حکومتشون اصطلاحاً چیز شده دیگه، یعنی از حکومت به پایین کشیده شدن خاندانش توسط دشمناشون. بعد اینا خب اینجا اومدن، یعنی وقتی که حالا تو یه حالت دسپریتی بودن اومدن به این دره بارویا که احتمالاً همونطور که ایوا گفت اون ویستانیا کمک کردن استرادو. اینا هم توی اون کسل ریونلافت
اونجا در واقع سکنا گزیدن. ستل کردن و سکنا گزیدن. بعد یه داداش کوچیکتر از خودش هم داشته که اسمش سرگی بوده. داداش هم خیلی خوشگل بوده، هم خیلی جوون بوده و اون شور و شوق جوونی رو داشته. استراد بهش حسادت میکرده. بعد یکی از خانواده هایی که تو بارویا زندگی میکرده اونا یه دختری داشتن که اسمش تاتیانا بوده. حالا اونجور که استراد توی خاطراتش توصیف میکنه خیلی زیبا بوده، نمیدونم جوون بود و ازش به اسم گنج نام برده توی کتاب خاطراتش. یه گنج بوده که من پیداش کردم و خیلی دوستش داشته. ولی بعد از یه مدت تاتیانا استرادو دیگه تاتیانا فکر کنم از اول با داداشه بوده، هیچ وقت با استراد نبوده. رادر صداش می‌کردن. آره کلا استراد آره وقتی که بزرگ غیر جذابه میدیده. این داستان داداشی بوده، وارد فرندزون شده به جای اینکه وارد چیز بشه. بهش میگفته مثلا داداشی، مثلا دمت گرم اینا. بعد دیگه اینم خیلی ناراحت شده. این با سرگی که داداش کوچیک این بوده نامزد میکنه تاتیانا و یه روزی رو برای ازدواج ست میکنن. اون روزی که و یه چیزی هم که متوجه میشه استراد اینه که تاتیانا توی چشمای استراد مرگ رو میبینه. یعنی از نظر استراد این چیزی که باعث شده که تاتیانا به استراد علاقه‌مند نشه یا ازش گریزون باشه این مرگی بوده که تو چشمای استراد میبینه. به خاطر همین استراد از مرگ خیلی متنفر میشه و اینجوری که خودش تو کتابش خاطراتش میگه با خود مرگ یه قراردادی میبنده. این هم چیز مهمی میبنده مرگ کیه؟ چطوری با مرگ قرارداد میبنده این زندگی؟ یعنی چی با مرگ قرارداد میبنده؟ چطوری با مرگ قرارداد میبنده؟ چطوری با مرگ قرارداد میبنده؟ یه قراردادی با مرگ میبنده که توسط خون سیل میشه، این قرارداد در واقع بسته میشه و اونم اینه که برادر خودش رو بکشه و اگر این کارو بکنه مرگ در واقع بهش در واقع نامیرا میشه. که اینم این کارو میکنه. اون روزی که میخواستن ازدواج کنن داداشش و تاتیانا، داداشش رو میکشه و اینکه ولی تاتیانا از شدت غصه زیاد و اینا از اون بالای برج خودش رو میندازه پایین که اینجوری که میگه هیچ سرنوشتی هم یعنی نمیدونه چه اتفاقی واسه تاتیانا افتاده در نهایت. و از اون زمان به بعد میگه که دیگه اسم خودش رو تغییر میده به ومپیر. احتمالاً حالا اسم اون چیزم ومپیر بوده، اون مرگ که باش قرارداد بسته، نمیدونم. و چیزایی که اذیتش میکنه یکی خورشیده، کلا توی روز و مثلا نور روز اذیت میشه، موومنتش خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. ولی همونطور که خودش تو کتابش میگه کمتر چیزیه که میتونه به استراد آسیب بزنه. یکیش که همون خورشیده، یکی هم اون شمشیر نفرین شده سرگی هست، برادرش هست. اون شمشیر نفرین شده ظاهرا چیزیه که خیلی ازش ترس داره استراد و احتمالا چیزیه که میتونه استراد رو از بین ببره. دیگه همین. دیگه من یه سوال دارم. ما خب استراد رو 2 بار دیدیم دیگه. ما طوری که ازش شنیدیم که یک آدم جوون چارمینگ ما دیدیمش، درسته؟ ما احساس پیری نه شادابی توش ندیدیم. شادابی نه ولی مثلا چارمینگه، درسته؟ چارمینگ بودم. سنی چی؟ مثلا وقتی میبینیمش 40 خورده داره. قیافش اینطوری میخورد. بچه‌ها اون تیکه مرگه اینجوری بوده که
چون این سنش بالاتر بوده، یعنی مثلا مسن بوده، اونا دوتا جوون بودن که فالین لاف شده بودن با هم دیگه. وقتی که این مثلا میره چیز میکنه، میگه انگار این برای به خاطر سن و سالش دختره بهش جذب نشده بوده، اون داشته جوونیشو اشغال جوونیشو میکرده، از نظرش استراد یه آدم پیر و مثلا غیر جذاب و چیزی بوده، یعنی گفته میفهمه که که به خاطر سن دیگه اون سایه مرگ رو خودش میبینه، به خاطر همین از ایج شدن و مرگ متنفر میشه، میره پکت رو میبنده این چیزی که ایج دیگه نشه. گفته که نه ولی باز شما رو بیشتر میخونید lost for life and death. برو. چی؟ لاست چی؟ زندگی هاشون فرق داره. شما یادتون باشه استراد کسی که تا دم مرگ یه ژنرال بوده، تا بارها در مرگ رفته، یعنی زندگی متفاوتی از سرگی داره. این لایفی که استراد داره متفاوته با لایفی که سرگی داشته. و استراد ژنرال اینا رو از قسمت بیستانیا، داستانی که بیستانیا تعریف کردن، اینه تعداد باری که استراد تا در مرگ رفته و زخمی شده و جنگیده ژنرال بوده خیلی بیشتره. این زندگی هم برای سخت بود. این دو تا آدم متفاوت هم، سرگی و استراد. اوکی، خوندید. حالا بازم بیشتر میتونید بخونید، چیزای بیشتری میتونید بخونید. حالا این اوایل کتاب بودش، جلوتر میتونید مثلا در مورد قسمت مختلفی بخونید. مثلا حالا هر بار که میخونید من یه اسنیپتی، یه چیزی از یه جایی براتون میگم. یه چیز دیگه هم از این متوجه میشیم، مکانیه که حالا حداقل اون زمانی که داشته اینو مینوشته، این مکان دیگه من تو قلعه نیستم، اون زیر قلعه توی ظاهرا اون دره و اینا و تو کریپت زندگی. اون وقتی که اونو داشته مینوشته است. آره. یعنی اون جایی که آره اینجاست. خب صبح شما بلند میشید و میبینید که میبینید هنوز اینا مشغول به کارن، ولی یه چیز متفاوتی که میبینید که یه گاری رو دارن پر میکنن از 4-5 تا بشکه بزرگ شراب. دیویه میاد بهتون میگه که ناجیای من، یه درخواست ازتون دارم. میتونیم بشکه های شراب رو بفرستیم به 2 جا. میتونیم بفرستیم به والاکی یا میتونیم بفرستیم به کریس. با شماست. هر کدوم جاها که میخواید برید، اگه دوست دارید میتونید این رو اسکورت کنید، یا یه انتخاب دیگه هم داره، پسرای من این رو اسکورت کنید. میتونیم یه کار خطرناک دیگه بکنید. داره صحبت میکنه که بگه کار خطرناکی بکنیم. یکی دیگه پسر جوونش وارد میشه، میگه پدر، چند تا دیگه از همراهامون هم از دست داریم قبل از اینکه برسن. به کجا برسن؟ چی کار کنیم؟ به برس. اینجا اونجاییه که الان بهتون میگه آدمی لعنت بهش. برس. اینجا اونجایی که ما میدونیم جم دوممون هست، ولی نمیدونیم اونجا چه اتفاقی افتاده، چی اونجا هست. تاریخچه‌اش رو میتونید توی این کتاب پیدا کنید، ولی ما نمیدونیم چی الان اونجاست. هر کدوم از برادرامون که رفتن اونجا برنگشتن. با شماست که اونجا هم انتخاب. من میگم انتخاب با شماست. گفتی که بشکه ها رو کجا داری میبری؟ یا میتونیم والاکی. بهتون گفت والاکی، کریس. یکی این دوتا میتونید ببرید بشکه رو. من میگم یا اون بریس. من میگم بشکه رو اول بریم والاکی. من میگم بریم کریس. من میگم من بریم بریم داداشم رو برداریم، بعد بریم بریز که اونجا قوی باشه تیممون، میخوایم بجنگیم با اون چیزا. من میگم بریم والاکی، بری کتابخونی. کتابخونه داره؟ ومپیر رو بخونی. منم دوباره بعد آخه الان کرس سر راهمونه ها بچه ها. منم دلم واسه آیرینا تنگ شده. برز سر راهمونه، یعنی بریم والاکی، بعد یه عالمه راه دوباره فکر کنم برگردیم والاکی. من یه سوال میتونم بپرسم از این آقا؟
آره یه میگم دقیقه واسا، همه تو تلگرام. همه چی کردی تلگرامتونو؟ خب آره میتونی سوال بپرس. میگم که این معبد امبر رو تو ازش چیزی شنیدی؟ میدونی کجاست؟ میدونم کجاست، میدونم حدوداً کجاست. جنوب توی کوه هاست. کتاب رو بخون اگه بخوای بیشتر در موردش بدونی. میتونی تو نقش حدودی نشون بدی؟ جنوب باید برید جنوب، به سمت جنوب شرقی اینجا داخل کوه ها. بدم نمیاد. داریم یا نقشه رو نداریم؟ والاکی کرست منم موافقم که بریم کرست به نظرم تو مسیره و میتونیم جوین بشیم با لامار. آره ببینیم دیگه، اونجا چی بریم دیده. گرت. مگه گرت دوستت ببینیم چی شده؟ شاید آره برش داشتیم برش داریم گرت دیگه. اونجاست که چیز هست دیگه، اون دختر اونجاست تو بالا کیه دیگه؟ نه منم یاره دختر اونجاست. آیرینا. منم با سدریک موافقم، بریم به سمت بالاکی. من به ایوان میگم فورتیزن میاد تو میگه تنها منم بذاری. داداشم دوست دارم ببینم ها. چی؟ فورتیزن میگه صدای من میاد، بعد میگه صداشو میشنوه صدای دیگه. آره. چیز هست. خب فورتیس هم فورتیس. میگه والاکی. فورتیس میگه والاکی. فورتیس میگه من میخوام برم داداشمو ببینم. والاکی دیگه. یه لحظه دیگه وایسا. رأی آورد دیگه، والاکی رأی یه آورد. لحظه وایسا. سولومون تو این دختر رو از کجا میشناسی؟ همون یعنی چی که من اصلا همون خیلی عجیب بود این کامنت سولومون. گفتی میخوام برم والاکی یه دختری رو ببینم. کدوم دختر؟ بگی این خود جمهوری اسلامی کرکترش قشنگ دختر دینای میکنه قشنگ تو روزه باشه. دختر نمیشناسه؟ نمیشناسه. نه تو خارج کرکتر پرسید دخترا نمیشناسه. آها این هنوز اینو تو یکی کرکتر بازی کرد یه لحظه. اوکی. خب اگه بریم شما والاکی. من به دوتا ایوان میگین میگم میخوای داداشتو تنها بذاری؟ چیکار کنیم یعنی؟ گفت بریم. خب میگی چیکار کنیم؟ کسپیان من دوست دارم ببینم گرافت چه اتفاقی واسش افتاده. میخوام برم اونجا ببینم بچه که خب بیاین سر راه، خدایی داریم از کرت رد میشیم دیگه. بیاین تو چجوری دوستتو نمیخوای ببینیم؟ ما داریم از دم کرت رد میشیم تقریبا. تو آقای 3 روزه استنسی فقط داری میگی گرالت نمیدونم کسپیان گرالت. سدریک چی گفتی؟ این که کاسپیان انقدر دوست داره بریم اونجا، برای همین من میگم بریم والاکی. نه در هر صورت بریم ما بریم والاکی. کرت معبد. آبا مادام ایوا و این ها نه البته معبد اونجا نیست. بذارم کرت هم به جز اون چیزی نداریم توش بخوانیم. چرا دیگه نه ابوک اونجا. الان فورتیس چی شد؟ فورتیس به نظرش گفت بریم والاکی. فورتیس یه چیزی پرون جدی نگفت. داداشش میخواد بده ببینیم متی. اون دارش خلشه. حتی من کرسک فورتیس میگه کرسک هم خوبه، کرسک هم دوست دارم، برز هم دوست دارم، کلا همه جا رو دوست دارم. نه برز که حتما باید یه ذره قوی بشیم بریم برز. هر کی رفته برز مرده. به نظر من اول بریم والاکی. معبد سر راه. بریم داداشم رو برداریم. والاکی. والا آیلینا. اوکی. گرالت چی؟ دیوین داره شما رو نگاه میکنه که هی من داری به تلاش حرف اینا اینجوری گوش میکنه. میدم. میگم دیگه لامار آخه منو فرستاد گفت برو با بچه ها بهشون کمک کن دیگه. اگه اصرار دارم بریم والاکی بریم والاکی. دیوین نگاه میکنه میگه شما آدمایی به نظرم نمیرسید که دوستاتون رو تنها بذارید. به سدریک بگو.
گوش نمیدن. هرچی ناجی بگه آقا، هرچی ناجی بگه سرش میز تو پایین شراب تو منتظر. درست. فقط سولومون عالی گفت. ولی به توی چیزی میگه باید میدونم کریس بدون شراب کسی رو راه بدم. دوستتونم خیلی سخت باید باشه براش دیگه بمشه. هر کسی رو راه نمیخوای نمیدم بری بمشه. گرل؟ تو شاید بتونی نجات بدی. هنوز 10 روز نشده ها، شاید اونا نتونسته باشن وارد بشن. مطمئنی نمیخوای سدریک؟ دارن چیز میکنن، پوش میکنن. اینجا هست، ما نمیریم که آقا، ما فقط والاکی. خب باشه بریم والاکی. واقعا آخه تو کرکتر یه برای من خبری با هست. مکسنس میکنه بره داداششو برداره سر رو. یعنی زن عجیبه که ما اینجا منطقی رد میگه شیم. دیگه. آقای سدریک، من به سدریک میگم چی تو والاکی هست که اصرار داری بریم والاکی؟ آیرینان. خب گرلت که واسه مهمتر بود. 3 روز پهلوی ما رو سوراخ کردی، هم میگی گرلت 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 گرلت. الان کرس کرد. مهم شده الان. میشه گرلت هم میریم، ولی اول آیرینا و چرچ. ما اینه روز دیگه. حساب یعنی 10 روز حساب کنید اگه برید والاکی دیگه بعد 10 روز میرسید کلاس. میگم بسته بریم بالا. آخه خب ببین یه سال الان اوکی، حالا نقشه رو بیاریم بالا ببینیم که حالا کجاییم. من بذارم نقشه‌مو بیارم. کرس اصلا اینجوریه که تا 1/3 راه که مشترکه. کرس رو بخوایم بریم یکم بعد بریم چپ، میتونیم دوباره برگردیم. یعنی به اندازه شاید 1 روز 1 روز و نیم راهمون اضافه بشه، ولی سر راه کرس هم میریم. من که در اصل میگم بریم اون جای دیگه، اون جایی که خطرناک‌تره. المنتالیست هم یکی از المانا اونجاست، یکی از عناصر. شما که میرید المان ها دیوین نگاهتون میکنه. المان منظورتون چی از المان ها؟ من دارم سعی می‌کنم نقشه رو ببینم کجا داریم میریم. تو با من بودی؟ گفتی المان ها، منظورت از المان ها چیه؟ سلاح، نمیدونم، چیزایی که بتونه کمکمون کنه بجنگیم با اونی که اسمشو نباید بیاریم. صلاحی میخواد که با استراد بجنگید؟ آره. این چطور به المان ها ربطه؟ منظورت از المان ها چیه؟ منظورت آب و زمین و آب و لند و اینا نیست؟ المان منظورش آب و زمین و آسمونه. آب و زمین و آسمان یه اسطوره قدیمیه، به سالها قبل برمیگرده، به قبل از استراد. چه 3 الهه داشته. قبل از اینکه به خدای آسمون، به خدای شب، به خدای روز مردم عبادت کنن، این 3 الهه اینجا رو کنترل می‌کرد. خب دیگه چی میدونیم؟ چیه الهه داستان‌های های قدیم. خب هیچ کس نمیدونه کجان، ولی بیشتر از یک داستان نیست. من فکر میکردم اگه بریم درست شاید منظور چیه که نمیدونم کجان؟ مگه الهه ها مثلا لوکیشن خاصی دارن؟ متوجه نمیشم. مگه یه حالت چیزی نیستن؟ آره، داستان‌ها همشون شکل 3 خانم بودن، هر کدوم یه شکلی هم داشتن. به نظرت ما داستان هست البته. کجا میتونیم توی اینا رو اطلاعاتی راجع بهشون پیدا کنیم، بخونیم، یاد بگیریم؟
هر جایی که کتاب‌های داستانی قدیمی بده، نمیدونم شاید یه کتاب خونه. کدوم شهر قدیمی تره، کرسک یا والاکی؟ کدوم شهر قدیمی به تره؟ نظرت ما توی کرس والاکی. لایبرری پیدا میکنیم که بتونیم توش بشینیم، هم یه سری چیز نیز بخونیم، هم کرسک شهر بسته و امنیه، چون خود راهب بزرگ اونجاست. من چیزی که تو والاکی ولی شهر ذهنمه، بزرگتر و قدیمی تره. من به ایوا میگم اگه یادت باشه اون کتابخونه‌ای هم که تو والاکی رفتیم، طرف گفت کتابخونه‌ای که توی کرسک هست کتابخونه بزرگتر و قدیمی تریه. این آقا شما این دوستان زودتر تصمیم میگیرید. من یه سوال دارم. نه آقا نقشه رو یه ذره چیز میکنی که جما کرس رو ما ببینیم کجاست. جما رو از کجا آوردین؟ جما تو خانواده ما بوده سالها. صدا چپانش. این جم ها صدا میاد؟ این جم ها هستش ولی صدای چیز خودته. این جمع ها سالیانه که توی خانواده ماست. نمیدونم از کجا اومده ولی اینها اینجا بودن. 3 تا جن فکر کنم یکیش از سمت شرق بیاد. نمیدونم داستان‌های دهن به دهن چرخیده. بعد وقتی بچه بودیم برام تعریف میکردن، گفتن یکیشو الهه ها بهمون دادن سمت شرق. من که باورم نمیشه. من داستان اونجا که اینا تعریف میکنن الان یه آسیاب بادی بیشتر نیست. مغز سدریک الان داره منفجر میشه. فقط یه چی یعنی همون جایی که پیرزنه رو جنگیدی. الان خیلی فکر کرد گفت یک. وین میله همون جایی بود که اون پیرزنه رو چیز کردیم، فرار کردیم. این مرسی. به نظر چرا باور نداری این داستان رو؟ به نظرت این جالب نیستش که 3 تا جن وجود داره تو این داستانهای قدیمی، هم 3 تا الهه بوده، شاید هر کدوم از اون الهه ها صاحب یکی از اون جما بودن. به نظر این مکسنس نمیکنه؟ صبح شب برای اینجا کار کنم وای درد درست. به نظرت وقت دارم که همچین چیزایی رو باور کنم. من آخرین سالی که من با این بچه ها بازی میکنم، بچه های خوبی هم بازی دوست دارم، ما با هم کشتی گرفتیم، خیلی خوب بود، قوی هم خیلی. چی به اینا میدین میخورن؟ بچه های استخوصداری هم قبول دارم. جواد خیابانی استاد شفی جواد خیابانی شفی رفت مرحوم شفی همینو میده بچه های چی بهشون میدیم بخورن؟ همین شراب میخورن؟ بچه که نمیدن شراب، نه اونجوری نیست. به ما میدادن. اوکی من اسمش میرم اون نقشه رو نگاه میکنم، نقشه رو گاز میزنم بریم که خدا. ایوا بریم کرس، موافقی؟ من که میگم بریم کرت، داداشم اونجاست بابا، بریم یه داداشم رو برداریم به هر جا میخوایم بریم، سر راهمونه من دیگه. برمیگردم به طرف میگم من اینو حاضرم که من و ایوا اینو ببریم کرس اگه میخوای. نمیدونم سدریک و سالمان چیکار میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. من
بسیار عالی. خب مسیر که مشخص از اینجا به شمال میره توی جاده، رسیدید به سراحی، میپیچید دست چپ سمت غرب میرید و میرسید به فلسطین. من نشیدم، من اونجا باشم امیدوارم مادر شب و پدر روز حامیتون باشن. موفق باشید. یه پولی به ما میاد نمیدی پایین بابت و این جمی که براتون آوردیم و الان هم دوباره داریم گارد میکنیم، یعنی اصلا هیچی. حالا ما هیچی نگیم، شما نباید خودت دیگه. میتونید یه درصدی از پولی که بابت این شراب اونجا بهتون میدیم رو بردارید، هر چقدر که دوست داشتید. اوکی. ما اونجا به نیستانیا یه میاد کمک پایین رو شروع میکنه. 1000 گلد بهمون دادن. یه پول نداره بابا دیگه. پول بیستن. نداره. کلا بیماریاتی. میاد پایین یه گاری هست، یه گاری رو شرابات چیدن میشه. شما میاد پایین، فورتیس هم میاد با اسباتون کنار این گاری شروع میکنه. پایینتون گاری رو شروع میکنه روندن. فورتیس میگه چون من با حیوونا خوبم، میپره پشت گاری. تیسپام خودش بغل گاری شروع میکنه آروم آروم حرکت کردن. شما هم سوار اسباتون شروع میکنید اومدن بیرون و شروع میکنید به سمت کرس حرکت کردن. وایسا من دوباره با اینا صحبت میکنم، میگم بچه ها بیاین حداقل تا یه جایی رو با هم بریم، بعد شما جداشین برین سمت والاکی اگه با ما نمیاد. باتون میام تا این سراحی و باتون میام. من نمیدونم شما چرا اعتمادتون رو به ما از دست دادین و الکی دارین اینجوری اما جدا میکنین خودتون رو. خب بعدش با هم میرفتیم والاکی دیگه. مکسنس میکنه من داداشم رو بخوام بردارم. تا حالا مگه من به شما آسیبی رسوندم؟ میگم راه برو. فراستریتد شروع دوباره رو خودم رفتم وسط دیگه نمیذارم. راه برو. سر ظهر حرکت میکنیم. پراستریتد مسیرش حرکت میکنیم. یه تاس پرسپشن بریز. سیدریک، سولومان، کسپیان، ایوا و فورتیس. یه تاس پرسپشن بریزید با دیس ادوانتیج. سیدریک میتونه بدون دیس ادوانتیج بریزه. من با دیس ادوانتیج بریزم. 11 دارم واسه خودم آهنگ میخونم و ایوا چرا دیس ادوانتیج هم 11؟ خب آقا لول 6 شدیم دیگه اینجا، نه؟ آره شما اینجا در میاد لول 6 شدید. منم این جلسه رو همینجا دیگه آروم آروم تمامش میکنم. شما به سمت کلاس دارید حرکت. منم چون لول اپ شدم من 10 بالای 15 لباس کیلو. قشنگ‌تر پوشیدم. اوه چه خوشگل شد. آره خفن شده. اوکی. ما شما سمت شناخته کرس شدیم حرکت الان میکنید. والاکی. تا یه جایی دارید میرید و دارید میرید به سمت کرس حرکت میکنید. آرش من بالای این سشن 15 رو من همینجا تو که بالا 15 ریختی دیگه. تو چجوری؟ میگی ایما همین رفت. همین این تمام سشن رو من اینجا شد؟ تمام میکنم. شما به سمت کرس حرکت میکنید. امیدوارم سشن خوبی بوده باشه. لذت برده باشید. خسته نباشین. خداحافظ. از این به بعد من چون اینفورمیشن لول اپ دامپش شدم سنگین